به نام خدا، من امیرهمایون ارمی هستم. خیلی خوشحالم که تو این جلسه مطالبی رو بخوام خدمتتون عرض بکنم که انشالله کاربردی باشه و بتونید در کسب و کارتون مورد استفاده قرار بدید. خب خیلی موقع خیلی از صنایع، خیلی از شرکت ها منو دعوت میکنم جهت مشاوره خدمتشون باشم و من میام شرکت ها رو از یک گونه خاص مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار میدم که تا حالا شاید اینها این گونه بررسی روشون انجام نشده و بر اساس اون طبقه بندی که من روی شرکت ها به عمل میارم یه سری راهنمایی ها و یه سری در واقع هینت ها و مشاوره های خدمتشون میدم. خب همونطور که میبینید شرکت هایی که در جامعه شکل میگیرن یا مؤسسات و سازمان هایی که بنیانگذاری شدن در جامعه ما همشون بیگونه نیستن، ویژگی خاصی دارن که ما در این جلسه میخوام از ابعاد مختلفی روی این شرکت ها تمرکز بکنیم و به گونه دیگه اونها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. خب میبینیم که شرکت هایی که تازه تشکیل شدن، خیلی از دوستان که از طریق استارتاپی یا شرکت های در واقع نوبنیان هستن، دانش بنیان هستن، اینها به من مراجعه میکنن که خب ما شرکتمون تازه راه انداختیم، یه محصول جدیدی رو ایجاد کردیم، یه خلاقیتی رو به خرج دادیم، حالا شما آنالیز بکنید ما رو که ما در چه شرایطی هستیم، چگونه باید حرکت بکنیم. خب ببینیم در خیلی از شرکت هایی که تازه تشکیل شده، تازه تأسیس یافته، اینها در یک وضعیتی قرار دارن که ما به اونها میگیم instability، یعنی وضعیت بی‌ثباتی. یعنی چی؟ یعنی اینها تازه کارشون شروع کردن، درآمد کافی ندارن، وارد یک مرحله ای از تولید شدن که هنوز شناسایی نشده محصولاتشون، اینها معمولاً دارای وام‌های بانکی هستن یا حالا از صندوق‌های واقع شکوفایی وام گرفتن یا اینکه از بانک وام گرفتن یا از در واقع افراد سرمایه گذاری کردن و بدهکار هستن. اینها بدهی‌های زیادی دارن و اینها یه حالتی هستن که آشفته هستن و چون درآمد ندارن، چون در واقع یک ثبات فروش ندارن، در شرایط بی‌ثباتی قرار دارن. اینا هم مشوش هستن، مدیراشون می‌بینیم که هی با مشکلات زیادی روبرو هستن. خب اینا هنوز کسایی هستن که یک بیزینسی رو تازه شروع کردن، اینها در عدم ثبات یا اینستابیلیتی دارن به سر میبرن. خب خیلی از شرکت‌های تازه کار، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی که هنوز به فروش نرسیدن و شناخته شده نیستن، اینها در این وضعیت قرار دارن. خب این در واقع شرکت‌ها همیشه در فشار مالی و اون فشار روحی روانی و استرس مدیران قرار دارن و مدیرانشون دائم استرس میکشن، دائم در فشار روحی هستن و دنبال این هستن که یه راهکاری پیدا بکنن که شرکتشون رو توسعه بدن. بسیاری از شرکت‌ها به این شکلی که ما یه سری راهکارهای در این موضوع خدمتشون خواهیم داد که بتونن این شرایط رو پشت سر بگذارن. مرحله بعد یه سری شرکت ها یا مؤسساتی هستن که اینها تولید رسیدن و در واقع سعی میکنن که تولید خودشون رو، چون میترسن که نکنه با توجه به این محصول جدید یا این فناوری جدیدی که اینا به دست آوردن در بازار لو برن و رقیب براشون پیدا بشه، سعی میکنن که تو چراغ خاموش حرکت بکنن و اون صنایع و محصولات خودشون رو زیاد تبلیغ نکنن و مورد اطلاع رسانی بازار قرار ندن و شروع کنن به بازارسازی‌های کوچیکی که بتونن فروش خودشون رو انجام بدن. یعنی به فرض عنوان مثال ممکنه یه فردی آمده یک در واقع قطعه هوشمندسازی ساختمان رو تولید کرده و برای اینکه یه خلاقیت هم به خرج داده، برای اینکه این محصول مورد تهاجم رقبا قرار نگیره، خیلی آروم چراغ خاموش و در واقع آهسته به یه سری بازارهای کوچیک وارد میشه و محصولش رو میفروشه و سعی میکنه مخفی نگه داره اون در واقع روند کارش و محصولاتش رو که رقبای جدید وارد نشن و ازش کپی نکنن و این رو بتونه بازار خوبی رو
داشته باشه تا وقتی که بالاترین قیمت رو میتونه ارائه بکنه سعی میکنه این بازار رو حفظ بکنه و اینها در واقع اینویزیبیلیتی دارن، یعنی یه شرکت هایی هستن که غیر قابل رؤیتن، یعنی خودشون نشون نمیدن، مطرح نمیکنن، اینویزیبل هستن و سعی میکنن که همون چیزی که ساختن، همون کار خلاقی کردن، یواشکی برن با شرکت هایی که مصرف کننده این محصول هستن ارتباط برقرار بکنن و کالاش رو بفروشن تا کسای دیگه هنوز مطلع نشن. چون به من دیگه بگن ما همچین چیزی رو ساختیم و تو بازار هویدا بشه و مشخص بشه، سریع میان رقبا روش میسازن و بازارشون از دست میدن. اینا سعی میکنن همین کارو مخفی انجام بدن، تو مقطع اینویزیبیلیتی هستن. خب یه مقطع دیگه ای که ما داریم که خیلی از شرکت ها میبینیم در این سطح قرار دارن، اینها شرکت هایی هستن که به مرحله مارکتیبیلیتی رسیدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه محصولاتشون تو بازار شناخته شده و مردم خرید و فروش میکنن، میخرن، حالا مشتری خودشونو دارن و اینها بازارشون قابل عرضه است، یعنی قابل مشاهده است. مردم میشناسن اینها رو، بازار معامله میکنن، رقبا اینا رو میشناسن، همکاری باشون دارن و اینا مارکتیبیلیتی دارن. یعنی اینکه درسته مشتری ممکنه دائم نداشته باشن ولی دائم کار خودشون میفروشن، سودشون دارن میبرن، ولی هنوز توسعه پیدا نکردن این شرکت ها. اینها سعی میکنن که فقط بازار خودشون رو حفظ بکنن و در تو بازار هم شناخته شده باشن، ولی زیاد در واقع تبلیغات وسیع در خودشون نکردن. اینها فقط در حدی هستن که میتونن محصول خودشون بشناسونن به مردم و مردم رو بخرن و وارد بازارهای مختلف بشن. یه مقطع این هستش و یه سری سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌بینیم که مارکتیبیلیتی دارن. یه سری بازارهای دیگه هستن و یه سری شرکت‌های دیگه هستن اینا کردیبیلیتی دارن. یعنی چی کردیبیلیتی؟ یعنی اعتبار دارن. اینها یعنی مردم اینا رو دوستشون دارن، شرکت‌ها رو، محصولاتشون وقتی خریدن استفاده کردن ازشون راضی هستن، بهشون اعتماد دارن. اینها اعتماد دارن. اینها به مردمشون اعتماد دارن. اینها در این مقطعی هستن که محصولات که ارائه دادن تو بازار، این محصولات مورد اقبال جامعه قرار گرفته، مورد اقبال بازار هدفش خودشون قرار گرفته و کردیبیلیتی دارن. یعنی اینکه در واقع همه میشناسن اینها رو و اعتماد دارن، دوستشون دارن و مصرف میکنن محصولاتشون رو و اینها بازار خوبی هم دارن، یعنی شروع میکنن به فروش محصولات خودشون در سطح کلان و اون کردیبیلیتی خودشون رو حفظ کردن. یه سری از بازارها هستن که و یه سری از سازمان‌ها هستن که اینها چی هستن؟ قابل رؤیت شدن. یعنی چی؟ یعنی اینها اومدن خودشون رو در کل جامعه معرفی کردن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که به عنوان مثال میگیم که به فرض دوغ، اولین چیزی به ذهن فرد میرسه میگه دوغ آلیس. وقتی که میگم مثلا توی جهان غرب میگن مثلا همبرگر، میگن چی؟ میگن مکدونالد. یعنی اومدن اینا خودشون رو در همه جا نشون دادن، اومدن خودشون رو شناسایی دادن به همه بازارها، اومدن توی محیط مجازی، توی اینستاگرام، توی ارزم بزرگ فیسبوک، توی کلیه اون پلتفرم ها، توی محیط مجازی، توی بلاگرها، توی جاهای مختلف تمام ویژگی ها و محصولات خودشون رو ارائه دادن و اینها قابل رؤیت شد، یعنی همه میشناسنشون. یعنی به محض اینکه در واقع این شرکت ها وقتی که یه محصول رو ما مطرح میکنیم اسم این شرکت رو میگن، مثلا توی اینترنت چنان خودشون سئو کردن که وقتی سرچ میکنه اول اینا میان بالا. اینها قابل شناسایی هستن، دیده شدن هستن و همه مردم اینها رو به عنوان یک برند میشناسن. یعنی افرادی هستن که جلب توجه همه رو کردن. یعنی این نیستش که ما یه کار خوب میکنیم یا یه محصول خوبی داریم، مهمه چقدر ما رو میشناسن. اینها سعی کردن با تبلیغات در رسانه‌های قوی، مثلا صدا و سیما، رادیوها، توی کانال‌های تبلیغاتی، توی پلتفرم‌ها، توی سوشال مدیاها، توی انواع و اقسام رسانه‌ها خودشونو شناسایی دادن و شناسایی شدن و به محض اینکه اینها در واقع محصولی میدن همه دنبال محصول اینا هستن. اینها برند شدن، در واقع اینا نامبر وان شدن تو کالاهای خودشون، تو محصولات خودشون و اینا. و اینها با توجه به جلب مخاطبی که کردن همیشه چی هم مورد توجه هستن. پس اینها ویزیبیلیتی هستن، یعنی در
شرایط ویزیبیلیتی هستن. یعنی خیلی از افرادی هستن که اینها سرمایه ها گذاری های زیادی رو تبلیغات خودشون کردن و همه میشناسنشون با توجه به کیفیت، با توجه به اعتمادی که مردم بهشون دارن، ولی از نظر شناسایی بازار اینا در رده اول قرار دارن. یعنی هر کسی که وقت در مورد مثلا دوربین مثلا فیلم برداری صحبت میکنه میگه سونی یا کنون، اینا چی هستن؟ اینا ویزیبل شدن، یعنی در مقطع یا در مرحله ویزیبیلیتی هستن. یعنی همه بعضی تبلیغ کردن، بعضی کالاهای مختلفشون فرستادن، بروشورش فرستادن، تو محیط مجازی تبلیغات کردن، فیلم گذاشتن، تو صدا و سیما، تو کانال‌های بین‌المللی، تو ماهواره‌ها، همیشه اینا رو دیدیم. یعنی همیشه ما اینا رو می‌بینیم. اینا در مرحله از ویزیبیلیتی هستن. خب اینها بازارهای جهانی دارن، اینا بازارهای وسیع دارن. یکی از در واقع مزیت‌هایی که در ویزیبیلیتی هستش این است که اینها میتونن در واقع رقابت بکنن با شرکت‌های کوچک. یعنی کسایی که تو این حد هستن در واقع تقریباً 90% فروش بازار اینا میگیرن و مابقی 10% بازار رو دارن. یعنی به خاطر اینکه اینها شناخته شده هستن و ویزیبل شدن، کل بازار فروش دست ایناست و مابقی بازار کوچیک دست کسای دیگه هستش. یه سری شرکت ها هستن که دیگه در مقطع بالا هستن، اینها خیلی مشهور شدن یا سلبریتی شدن. اینا شرکت هایی هستن که برای اینکه توجه رو جلب بکنن میجنگن، برای اینکه بیان در واقع خودشون رو مطرح بکنن به هر اقدامی دست میزنن که چیکار بکنن، خودشون رو مشهور بکنن، خودشون رو در واقع یه رده بالای اون کسب و کار، رهبر اون کسب و کار نشون بدن. اینها در واقع اون سلبریتی هایی هستن که میبینیم که وقتی که اینها وارد بازار میشن دیگه نیازی به تبلیغ ندارن اصلا. یعنی تو ویزیبیلیتی اینا تبلیغ میکنن، ولی توی سلبریتی ها نه. ما همیشه سوال در فروش هست که چیکار بکنیم ما بریم دنبال مشتری رو پیدا بکنیم بیاریم. در شرکت هایی که سلبریتی شدن یا اون بیزنس ها یا اون کارخونه هایی که سلبریتی شدن، اینا نمیرن دنبال مشتری دنبال اینا میاد. اینها حق انتخاب دارن، چویس دارن. یعنی میگن ما کی با شما مذاکره میکنیم، کی به شما میفروشیم، کی میتونیم با شما ارتباط برقرار بکنیم، ما چه قیمتی میدیم. اصلا مشتری دنبال اونا هستن که مشتری رو انتخاب میکنن. یعنی سلبریتی ها، شرکت های سلبریتی یا مشهور یا پرآوازه به گونه‌ای شدن دیگه تبلیغ هم نیاز ندارن اصلا. اونها در واقع همه خودشون تبلیغ اینا رو میکنن. اینا در واقع مشتری ها موکل اینا هستن، اونا تبلیغ اینا رو میکنن، اونا دنبال اینا میان، اینا نشستن دفترشون، اینا تو شرکتاشون هستن، اینا تو کارخونه‌هاشون هستن و افراد دنبال اینا میان. سلبریتی ها فرق میکنن با ویزیبیلیتی. هی تبلیغ ما دیده بشن، شناخته بشن، ولی سلبریتی ها نه، اونا دنبالش دارن میان و اثرگذار هستن اینا. پس ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که در صنایع مختلف هر شرکتی، هر صنعتی در یه مقطعی قرار داره از دید زاویه‌ای. یعنی اینکه ما خیلی ها می‌بینیم که کسایی، افراد یا شرکت‌هایی هستن که تو مقطع این استابیلیتی یعنی بی‌ثباتی یا این ویزیبیلیتی یعنی دیده نشدن برای یواشکی کار کردن مفبختی بودن تو بازار هستن و اینا. خب اکثر شرکت‌هایی که من مطالعه کردم می‌بینم که تو این مقطع دو تا مقطع قرار دارن، توی دو تا سطح قرار دارن. یعنی وضع فعلیشون اینجاست. خب وضع فعلی که ما این شرکت‌ها رو می‌بینیم هستن، وضع مطلوبشون اون در واقع ویزیبیلیتی و سلبریتی هستش که اون مقطع شرکت هایی که در اینستابیلیتی یا بی‌ثباتی قرار دارن که اینا هزینه‌اشون نمیتونن بدن، پول آورقشون نمیتونن بدن، پول حقوقشون نمیتونن، کارمنداشون نمیتونن بدن، اینا همش با مشکل روبرو هستن. یا شرکتایی که یواشکی کار میکنن، تو سایه کار میکنن، اینها کسایی هستن که شرایط مطلوب اکثر این شرکت ها اون ویزیبیلیتی و اون سلبریتی هستش. یعنی ما باید کاری بکنیم که این شرکت ها از این وضع فعلیشون افرادی بشن که یا سازمانایی بشن، شرکتایی بشن که افراد خودشون دنبالشون بیان، نه اینکه من دنبال مشتری بگردم خیلی پراسپکتینگ بکنن. یعنی سونی میبینی که درسته که تبلیغات داره، ولی تبلیغاتش به شکل کوچیک نیست، خیلی کمه. مثلا خیلی مثلا ریمایندینگ ادورتایزمنت داره، یعنی تبلیغات یادآوری داره، یا تبلیغ بکنه. نه اینقدر این شناخته شده است، اینقدر این مشهوره
اینقدر جنگیده برای اینکه جلب توجه دیگران رو بکنه، دیگه همه مشتاقن که با این قرارداد ببندن، برن محصولش رو بخرن، برن نمایندهش بشن، برن رپرزنتیتیو ازش بگیرن، برن ارزم بهتون با اینها معامله بکنن. ولی برای اینکه ما بخوایم در واقع یک توسعه سریع و رشد فزاینده‌ای داشته باشیم و بعد در مقطع چی برسیم؟ اون ویزیبیلیتی و سلبریتی. اینجا باعث میشه که سودهای هنگفتی به ما برسه و 90% فروش ها مال ما بشه. ما بقیه فروش ها مال پایینی‌ها هستش. خب این یکی از چیزهایی بود که من در طبقه بندی شرکت ها که شما خودتون هم میتونید کار بکنید که بیاید نگاه بکنید که شرکت شما در چه مقطعیه، آیا تو مقطع پایین خط هستش یا چند سطح بالاتر از این خط هستش و چگونه میتونید به سطح بالاتر برسید. و یکی از در واقع عملیاتی که یه مشاور یا کوچ میتونه به شما کمک بکنه این است که شما رو اولا نشون بده که در کدوم مقطع هستید، دو اینه که کمک کنه که به این مقطع بالاتر برسید که بتونید فروش بالاتر و سهم بازار بیشتری داشته باشید. خب این چیزایی که خیلی میتونه کمک بکنه که در مشاوره ها من خدمتشون میدم 7 مهارت هستش. ببینیم ما اگر در کسب و کارمون، در بیزینسمون واقعا موفق نیستیم، این نیستش که بی پول هستیم. نه، بی پولی این در واقع معلول یه چیز دیگه است. یعنی علت چیز دیگه است ما بی پول هستیم. اون علت نداشتن مهارت هاست. ما برای اینکه بخوایم یه آدم توانایی بشیم، آدم موفقی بشیم، بتونیم در کسب و کارمون بتونیم یک رشد فزاینده‌ای داشته باشیم، باید 7 تقریبا مهارت خاص داشته باشیم که این مهارت ما رو کمک میکنه که در کسب و کار موفق باشیم. اولین مهارتی که ما باید داشته باشیم این است که ما بتونیم افراد رو تشویق و انجام کاری بکنیم. به عنوان فروشنده پرسویت بکنیم، تشویق بکنیم که بخره، تشویق بکنیم که مثلا به عنوان یک مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. یعنی مهارت‌های تشویق افراد رو به انجام کار داشته باشیم که این خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی فروشنده اگر مهارت‌های تشویق رو داشته باشن میتونه چیزشو بفروشن و این یکی از مهارت‌های مهمی است که این وقتی فرد به دنیا میاد مهارت رو نداره، میشه با تجربه و گذراندن دوره‌های مختلف این مهارت تشویق رو به دست بیاره. ببینید افرادی موفقن در جامعه، چه حالا در حوزه سیاست، در حوزه اجتماعی و در حوزه کسب و کار و اقتصادی، که بتوانند مخاطب خودش رو تشویق کنند، بتوانند اونها رو به انجام کاری وادار کنند بدون زور. خب پس یکی از مهارت‌هایی که خیلی میتونه به آدم کمک بکنه اون مهارت توانایی تشویق دیگران به انجام کاری هستش. دومین مهارت که خیلی میتونه مهم باشه، مهارت این است که فرد بتواند در مقابل جمع صحبت بکنه. بهش میگم پابلیک سپیکینگ. یعنی که فرد وقتی که در مقابل جمع قرار میگیره بتونه اون استرس های ناشی از نگاه های جمع رو از بین ببره، اونها رو بتونه مهار کنه، مدیریت بکنه. و خیلی از افراد و ماها وقتی که وارد یک جلسه سمینار میشیم، اون ازدحام جمعیت باعث میشه که ما خودمون رو ببازیم، دهنمون خوش بشه، ارزم به حضورتون خودمون رو در واقع تعادل فکری و روحی خودمون رو از دست بدیم، توازن خودمون رو از دست بدیم و این باعث میشه که نتونیم خوب صحبت بکنیم. اینو هم عرض کردم اون دفعه ممکنه ترس از این باشه که من بد صحبت بکنم، ترس از لباسم باشه، ترس از اینکه اونها بهتر از من میفهمن و من اشتباه دارم صحبت میکنم و این عوامل باعث میشه که ما نتونیم در مقابل جمع صحبت کنیم. مهارت اینه که فرد بتواند اون خواستهای خودش رو، اون نیازهای خودش رو، اون عقاید خودش رو بتواند در جمع مطرح بکنه، یکی از مهارت هاست. پس یکی از مهارت هایی که ما باید به دست بیاریم این است که در مقابل جمع بتونیم صحبت بکنیم، بتونیم ارائه داشته باشیم، بتونیم مطالب رو خوب بیان بکنیم و ترس از این رو از دست بدیم در این حوزه. خب دومین پس مهارت اون مهارت پابلیک سپیکینگ یا صحبت کردن در جمع است. سومین مهارت این است که ما بتوانیم با گروه خودمون، با مجموعه خود صحبت بکنیم. چون میدونید وقتی که شما میخواید صحبت بکنید با افراد، باید تک تک افراد رو ببینید، روحیاتشون رو بشناسید، عقایدشون رو بدونید، با هر کسی باید طبق اون شرط خودش صحبت بکنید. یا بهش میگیم ما قدرت رهبری داشته باشیم. رهبری همین است. رهبری میآید با توجه به ویژگی‌های افراد گروه چیکار میکنه؟ اونا رو هدایت میکنه، اونا رو کمک میکنه، اونا رو مساعدت میکنه، اونا رو انگیزه درشون ایجاد میکنه. پس یکی از مهارت‌هایی که ما بتونیم تو کسب و کار موفق بشیم این است که مهارت رهبری داشته باشیم یا لیدرشپ اسکیلز. این لیدرشپ باعث میشه که چیه؟ افراد بتونید
جمع کنید، تیم درست بکنید، با توجه به نیازها افراد رو به کارهای مختلف بگذارید و بتونید با اونها تعامل داشته باشید و این از مهارت‌های مهمی است که در واقع مدیریت امروز ما بیشتر به رهبر نیاز داریم تا مدیر که بتواند این افرادی که از نسل‌های مختلف هستن رو بتونه با هم جوش بده و بتونن اینها یک کار دست جمعی رو انجام بدن. مهارت چهارم این است که ما مدیریت زمان داشته باشیم. خب خیلی از ما میدونیم که زمانمون خیلی محدوده. ما باید تایم منیجمنت رو در کارهام رعایت بکنیم. من یه دوره داشتم که چگونه ما بیایم مدیریت زمان رو در کارهامون به کار بگیریم و اونجا مشخص کردن اولویت‌ها بود، کارهای مهم هست، کارهای ارجنت هستش و این در واقع مدیریت زمان باعث می شود که ما بتوانیم چیکار بکنیم، از حداکثر زمان خودمون استفاده بکنیم. مهارت مدیریت زمان یکی از ویژگی‌های یک فرده که میتونه از اتلاف زمان خودش جلوگیری بکنه و بعد اینکه کارهای مهم رو انجام بده، اولویت‌های مهم رو انجام بده و خیلی موقع‌ها با واگذار کردن کارهای خیلی ساده و روتین میتونه این در واقع نجات پیدا بکنه از اون مسائل، اون بلاک هایی که یا اون موانع یا دام هایی رو که از نظر زمانی براش گذاشتن یا دزدان زمان براش پهن کردن که زمانش رو بدزدن و اینا. میتونه با واگذاری یا دلیگیشن این کار رو انجام بده. پنجمین مهارت که اون هم مهارت بسیار مهمی هستش این است که بتواند به صورت کتبی افراد رو تشویق بکنه. ببینید تو مدارس به ما نوشتن یاد میدن، یعنی رایتینگ رو یاد میدن، ولی به ما اینکه چگونه ما بنویسیم که افراد تشویق بشن کالای ما رو بخرن، چگونه تشویق بشن که ایده ما رو بپذیرن، که بهش میگیم ما کپی رایتینگ. میبینید در سایت های اینترنتی، توی بلاگ ها، توی پست ها، توی اینا ما باید متن هایی بدیم که اینا جذاب باشه. این خودش مهارته. پس مهارت بهش میگن کپی رایتینگ اسکیل، مهارت تبلیغ نویسی، یکی از مهارت هایی که فقط بدونه. اگر ما میخوایم به صورت کتبی در محیط مجازی، تو محیط‌های نوشتاری بتونیم افراد رو جذب بکنیم، باید این مهارت به دست بیاریم. این مهارتی هم هستش که تو مدارس داده نمیشه، دانشگاه داده نمیشه. باید حتما این دوره‌ها رو ببینید و این مهارت‌ها رو تمرین بکنید که بتوانید از طریق نوشتاری که در محیط‌های مجازی ما اینا رو استفاده می‌کنیم، بدونید از این مهارت استفاده بکنید و یکی از مهارت‌های بسیار مهم هستش. مهارت بعدی ما که ششمین مهارت هست بهش میگن مهارت سواد مالی یا بهش میگن financial literacy. یعنی چی؟ این دونستن حسابداری و مالی نیستش اینکه ما حسابدار بشیم، اینکه ما بتونیم در واقع کارهای مالی رو انجام بدیم. نه، ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید گزارشات مالی که به ما میرسد رو تجزیه و تحلیل بکنیم. ما باید چیکار بکنیم؟ ببینیم پول چگونه رفتار میکنه، نقش پول رو در کارها ببینیم، چگونه ما سرمایه گذاریمون رو سودآور بکنیم، چگونه گزارش ها رو بخونیم، چگونه بازده سرمایه گذاری های مختلف رو آنالیز بکنیم، چگونه ما بیایم سودمون رو حساب بکنیم و سودمون رو بیایم بهینه بکنیم. اینها در واقع سواد مالی هست. اینا فرق میکنه با حسابداری. چگونه ما حسابهای بانکی خودمون رو آنالیز بکنیم، کجا سرمایه گذاری بکنیم، اینها چیزاییه که توی سواد مالی ما بهش آموزش. اینا در دانشگاه ها نیست، اینها در حوزه کاری هستش. وقتی شما به شرکتی رو در واقع تأسیس میکنید، باید وقتی گزارش ها برای شما میاد بتونید گزارش تحلیل بکنید. این تحلیل این گزارشات خیلی میشه بهتون کمک کنه. کجا داری ضرر میکنی، کجا منابع در واقع اونجا مانده، مولد نشده، باید مولد سازی انجام بدی. این در واقع اون سواد مالی است یا بهش میگن فاینانشال لیترسی که با اکانتینگ و با فایننس فرق میکنه. این در واقع سواد مالیه که ما باید در بچه‌ها از کودکی درشون ایجاد بکنیم و دوره خاصی هم هستش که اینو بهشون یاد میده که بتونن آنالیز بکنن دوره‌های مالی رو، آنالیز بکنن گزارشات مالی رو. و آخرین یا هفتمین مهارتی که ما اینجا مطرح میکنیم اون مهارت در واقع مدیریت ذهن خودمون هستش، مدیریت مایندست هستش. یعنی چی؟ ببینید ذهن ما دارای یه سری ویژگی‌های، میتونه ذهن ما دارای ویژگی‌های منفی باشه، ترس باشه، حسادت باشه، ارزم بود دپرشن باشه، ارزم حضورتون اون به تعویق انداختن کارها باشه. یعنی
ذهن ما یا اینکه مثلا داشتن محدودیت‌های فکری باشه، ما باید چیکار بکنیم؟ باید ذهنمون از اینا خالی بکنیم. یعنی اینکه اگر شما تمام اون مهارت‌هایی که 6 مهارت که خدمتتون عرض کردم رو داشته باشید ولی اون مهارت مدیریت ذهن نداشته باشید، اینا هیچ کدومشون قابل استفاده نیست، نمیشه استفاده کرد. ما باید بتونیم که اون افکار منفی از ذهنمون خارج بکنیم، مهارت خارج کردن افکار منفی از ذهنمون. ما باید مهارتی داشته باشیم که اون حالت‌های به تعویق انداختن از خودمون خارج بکنیم. ما باید اون توانایی داشته باشیم که هی محدود سازی رو، ما خیلی موقع کارا رو انجام نمیدیم به خاطر اینکه چیه؟ ذهن برای خود محدودیت ایجاد میکنه و این محدودیت‌ها رو از بین ببریم. یعنی باید ذهن بدون محدودیت ایجاد بکنیم و این خیلی میتونه کمک بکنه که ما پروژه‌های بزرگ رو بگیریم. خیلی موقع‌ها این که ما نمیتونیم کار رو انجام بدیم و اعتماد به نفس نداریم باعث میشه که چیکار بکنیم؟ خیلی از کارا رو انجام ندیم و وارد خیلی پروژه‌ها نشیم. یکی از مهارت‌ها این است که ما بتونیم مدیریت ذهن خودمون داشته باشیم و در واقع مایندست اسکیل رو بتونیم در ذهن خودمون پیاده بکنیم تا بتونیم موفق باشیم. خب این مهارت‌ها باید وجود داشته باشه که در این سازمان‌هایی که خدمتتون عرض کردم که ممکن در مقاطع مختلف بتونن اینها استفاده بشه، ما باید مورد تایید و تحلیل قرار بدیم. یک مربی مشاور میاد چیکار میکنه؟ افراد رو این مهارت‌ها رو بهش میده در این شرکت‌هایی که در هر کدوم این سطح قرار دارن تا بتونن اینا شکوفا بشن، بتونن اینا کمکشون بکنن که به مقطع بالاتری برسن. در اینجا من خلاصه ای از این مطالب رو خدمتتون عرض کردم، ولی مشاوره و کوچینگ برای هر شرکت وجود داره که بتونه به سطح بالاتری برسونه و بتونه رشد بیشتری داشته باشه و کیفیت و کارایی بالاتری برخوردار بشه. خب خیلی متشکرم از اینکه در خدمتتون بودم و ان که در جلسات بعد بتوانیم مطالب رو در خصوص ارتقای این شرکت رو به سطح بالاتر مطالب رو عرض بکنم. خیلی متشکرم.